کادوهاتون بزن به فاصله خوش میشه 3 تا 4 ساعت این چند تا خیسه همشون استرچ میشه، با استرچ میاد با پالت براتون. ما خدمتتون هستیم. ممنون. شما آره من نشون دادم خارجی مثل جای دیگه نیستیم. دارن خیلی صادر میکنن. حالا اگر شما وارد صادرات و آلماتی بشید خیلی خوبه. من افتون میخوام بشم زیاده تقریبا شرکت های امریکایی نمیدونم کانادایی به اضافه چینی اونجا بیشتر گسترده است کار دارن میکنن. در آتیان میخواد منطقه آزاد بشه. کجا آستانه؟ من خواستم به هموطنان عزیزم بگم که بهترین چسبی که میتونید برای پورسلان و اسلب تهیه کنید حتما باید دارای استاندارد C1 و C2 و C2 TE و S1 باشه. برای پورسلان اختصاصا باید از استاندارد C2 TE و S1 استفاده کنید. ما همینجا خواستیم قدرت کیفی محصولات دینوکل رو نشون بدیم که پس از سالها واردات از ایتالیا با کمک اونها این محصولات تو ایران تولید شده. این چسب رو ما روی نئوپان در نمایشگاه کشیدیم و مربوط به 4 روز پیش هستش. طی 4 روز گذشته این چسب رو شما میتونید به هر حالتی که خودتون بخواید اگر قادر بودید در لحاظ استحکام بکنیدش و بشکنیدش. این پس از 4 روز استحکام خودش رو داره نشون میده روی یه تخته MDF و نئوپان. و خواستم به هموطنان عزیزم بگم که چسب رو به پاکت زیبا و به خارجی نوشتن‌های کامل روی پاکت و اسمای این شکلی و پرچم‌های خارجی توجه نکنن. با اینکه ما با مشارکت ایتالیا و تکنولوژی 100% ایتالیا داریم تولید میکنیم، ولی افتخارمون است که در ایران هستیم و 40 سال تجربه صنعت سرامیک ایران به دنبال ماست. ممنونم از اینکه توجه کردید. اون مهمتر از اون. ولی خب ما باید بگیم، ما باید مردم بگیم که ما داریم چیکار میکنیم، چی تولید میکنیم.
خدمتتون یه توضیحاتی بفرمایید. من خیلی خوشحالم که خدمت آقای اللهیاری هستم. ابتدا از پیشکسوت‌های کاشیکاری ایرانه و اتحادیه کاشیکاران تهران رو داره زحمتش رو میکشه. کارخونه دینوکل چسب و ملات خشک دینوکل محصل 42 سال تجربه و تولید در صنعت کشور و صنایع کاشی و سرامیک خصوصا هستش. ما پس از تولید اولین پورسلان ایران مواجه با مشکلی شدیم برای چسبیدن کاشی ها و نسبت به وارداتش از ایتالیا اقدام کرد، ولی بعدها این رو با مشارکت همون کشور ایتالیا و تکنولوژی ایتالیا آوردیم در ایران و در ایران تولیدش کردیم و به حمدالله از سال 1402 رسما وارد بازار ایران شدیم. افتخار میکنیم که دوستان عزیزی مثل ایشون به هر حال پا به همکاری با شرکت دینوکل گذاشتن و معرفی میکنم. من ممنونم از کاشیکارای عزیز کشور که کاشیکاران عزیز برای توسعه ایران، برای کیفیت ایران، من خواهش میکنم از آقای اللهیاری که با همه دوستانی که دستشون میرسه صحبت کنن و کیفیت رو واسه ایرانی‌ها بخوان. همه خانواده ها میرن کاشی رو با وسواسیت خاصی انتخاب میکنن ولی به چسبش و نسبش کاری ندارن، در حالی که اون بسیار مهمه و بعد از چند سال دچار مشکل نقصان میشه و امروز ما مشاهده میکنیم خیلی چسبای متفرقه تو بازار هست. من شکایت دارم در این مورد و واقعا مشتریان زیاد، عکس‌های زیادی رو ما داریم که اینا همه میشکنه، کنده میشه و بیان از چسبای استاندارد استفاده کنید. آقای اللهیاری شما ان شاءالله بتونید با کاشیکارای عزیز بتونید صحبت بکنید. ان شاءالله. دکتر، راجب چسبی که فرمودی، ما در پنل تبلیغاتیمون از تمام نسابا درخواست میکنیم که از چسبای استانداردی استفاده کنن که فردا اون شخصی که یه خریدی میکنه، حالا با وضعیت امروزه که خودتون بهتر میدونید هزینه ها بالاست، سال آینده دوباره دوچار این هزینه نشه. خب چسب استاندارد باید طوری باشه که دیگه وقتی کار میشه با خیال راحت طرف بره زندگی تو اون خونه بکنه. ولی خب متاسفانه الان یه سری چسبای متفرقه هم اومده و مردم ما باید اطلاع رسانی بشه، یعنی طوری اطلاع رسانی در فضای مجازی، در صدا و سیما و در هر جایی که ما بتونیم که اون چیزی که لایق مردم ایرانه ما داریم از جناب عالی تولید میکنیم و ما کار میکنیم استفاده بشه که یک نتیجه خوبی برای خانواده‌های ایرانی داشته باشه. انشالله که همه بتونن از این اطلاعات بهره‌مند بشن و یک انتخاب خوب انجام بدن. به امید خدا. با کمک شما و همکارای شما انشالله. خیلی ممنون. تشکر.